سلام رفقای گل، خوش اومدیم به این ویدیو جدید و قهرمانی. داخل این ویدیو قرار مود اسپایدرمن رو تست کنیم و اگه این ویدیو با 6 تا لایک رسید قرار یه سری سروایول با مود لوفی بریم، مود اسپایدرمن شرمت. و اگه با 8 تا رسید شیدر هم میزنم بدون هیچ مطلب. بزن یه سال ویدیو لایک، ساب و کامنت این چیز میذار داخل یوتیوب بنویسین و بزن برید سراغ ویدیو. لیتس گو. خیلی خوب بچه ما برگشتیم و اولین قردت اسپایدرمن نه قردت ونوم، بله ونوم سیمبیوت. بچه اگه اینو بزنیم به خودتون این براتون بیاد، شیفت رو بگیرین اینو بزنین، دوباره اینو بزنین، این برنامه این براتون میاد. اینو بزنین میگه سیمبیوتت میخواد ونوم باشه همون سفیده. و بچه هر کار میکنم برای من نمیاد، برای شما شاید بیاد. و اصلا بزنین اینطور بهتون نشون بده. نه نشد باشه بیاداش اولش این داداش اینو بزنین، اینی که من روش علامت زدم رو بزنین، این براتون. و اینم شمشیره که نمیدونم سر در نمیاره، انگلیسی بار نیست. و اینم که ونومو هستن دیگه. این از اولین نکات مرد انکبوتی. این رباتش اسپایدرمن، اونم پشتش که با این میتونه از دیوار کنم بالا بره. نه با این میتونه پرواز کنه. بچه ها اینو برای پرواز کردنش نیاز داریم، بهتون گفته باشه. توش ولورین اینجا چی ولورین نیست بچه ها، منطقه رد. حالا همه اسپایدرمناش قدرت شبیه. حالا من کرم دارم اسپایدرمن چی بود اسمش، اینو اسپایدرمن ونوم سفید که با این تار میزنه بچه ها. آره اگه شیفت رو بگیرین تار رو بچه ها نمیشه شما. اگه بپرین رو بزنین اینطوری اما بالا نه، بعد حتما رو زمین یه دیوار پیشتون باشه بپرین و تار بزنین. شیفت هم بگیرین، برای من نمیشه، نمیدونم برای شما میشه یا نه. شیفت رو بگیرین یه دقیقه خیلی وای میسته و خیلی سریع میرین یه جای دیگه. این اگه شیفت رو بگیرین این قدرت رو براتون میاد که من بازشون نکردم. این تارش دیگه این قدرت اسپایدرمنش مشتاشه، این خود ونومه. بعد اینم برای ونوم حتما داشته باشه. بچه بزنیم قدرت ونوم تست کنیم. نمیدونم چرا اینطوری شد بچه. خیلی سریع میدوه و میتونیم تار بزنیم مثل اسپایدرمن. داداش نمیخواد صبر اسب گاویش. این اینطوری میخواد هم نام بله داشت نمیخواد بس داداش. اینم مشتشه، اگه شیفت رو بگیرین اینطوری میکنه. این از پشتش کنم این مال سیمبیوت سفیده. آره برای پیتر پارکره، مرد عنکبوتی، برای این لباس بچه شرمند. برای این اسپایدرمن سفید اگه برای این شیفت رو بگیرین اینطوری میگه. اگه برای این شیفت رو بگیرین اینا براتون میان دیگه. بس اینم چیه دقیقا. این من میتونی ونومو
بچه مود اسپایدرمن آپدیت شده و این دوتا ونوم ما بزنیم. این ونوم با این ونوم فکر کنم کار نشه. این دوتا ونوم اومدن فکر کنم قدرتاشون هم با هم فرق داره و من بلد متاسفانه باید بازشون کنیم دیگه. من بلد نیستم باز کنم. شرمت خودتون قدرتاشون رو تست کنین و پلیش بدین. و اگه میخوام یه سری سروایور با مود لوفی شروع کنم این ویدیو رو به 11 تا لایک برسونید و اینم میگاش دشمناشن دیگه. این از این که فلان با این میتونین لباس اسپایدرمن بسازین، با این میتونین قدرتاشو بگیرین. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون و این ویدیو خواهشان لایک کنین و همین دیگه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. بای بای.